به نام خدا. سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم تو اوپن سی وی در مورد ترانسفورمیشن رو صحبت بکنیم، ببینیم چجوری میتونیم ترانسفورمیشن رو انجام بدیم و سبک‌های مختلفش با هم بررسی بکنیم. سه تا از بحثایی که تو این حوزه هست، ریسایز و ترنسلیت و روتیت، همین دوتا میشه گفت یکی هم، این رو انتخاب کردم. امروز با هم بررسیشون میکنیم. خیلی پر کار بردن، یه مقدار ببینیم چجوری میشه ازشون استفاده کرد. خب ریسایز یا همون عوض کردن اسکیل، خب ببینیم یه تصویر چجوری میتونه اسکیلش رو عوض بکنه. اسمشو میذارم، استفاده کردن ازش خیلی ساده است. cv2 داش ریسایز. سورس میخواد که من همون ایمیج رو میدم. چیزی که میخواد بعدش سایز مد نظرمون برای تغییر دادن. مثلا من تصویرمو میخوام چیکار بکنم، بهتره چیز بکنم، بهتره هایت و ویدثش رو بگیرم، مثلا 2 برابر کنم ویدث و آندرلاین مثلا شیپ. اگه یادتون باشه گفتیم دیگه این شیپ برعکسه، سبکی که میده برعکس تو اوپن سی وی برعکس لامپه. اوکی. بعد خب اینجا مثلا من میام که ویدث رو ضرب در 2 بکن و هایت رو هم ضرب در 2 بکن. دقت بکنید دیگه در مورد چنل صحبت نمی‌کنیم، شما داریم ریسایز می‌کنیم یه تصویر رو دیگه. وقتی داریم یه تصویر ریسایز می‌کنیم در مورد هایت و ویدثش صحبت می‌کنیم فقط. خب با همین میتونیم ریسایز انجام بدیم. حالا مثلا من میام نمایشش بدم، از ساب پلاتر استفاده می‌کنم. 0.01 چند تا؟ 3 تا فرض میکنم، حالا 3 تا، اگه بیشتر خواستیم بیشترش میکنم. یک plt dot show original image plt dot title اینو مثلا میزنم اوریجیناله، اینو کپی میکنم، میرم پایین، اینو میکنم 2، اینو میکنم ریسایز، اینو میکنم ریسایز. اوکی. خب یه پیلتی از شما باید بزنیم اینجا. فقط دقت بکنید اینا رو بزنیم که چیز بکنم دیگه، RGB BGR رو RGB بکنم. تصاویر CV2 BGR هم دیگه، تصاویر اوپن CV همشون BGR هم. با این حرکت میریم چنل‌هاش رو معکوس میکنیم، RGB میکنیم توی اوپن CV. اینطور اینا رو توضیح داده بودم. اوکی. خب رانش بگیریم. اوکی، منو نشون میده، هرچند هر دوتا رو با یک اندازه نشون میده، ولی اندازه سایز میتونیم متوجه بشیم دیگه. این از 0 تا 600 خورده ایه، ولی اینجا این از 0 تا چنده؟ 1200 خورده ایه. پس این سایز رو دوباره تغییر داده. سایز رو ذخیرش هم بکنید حجمش بیشتر. اوکی. خب این از نحوه ریسایز کردن. یه سبک دیگه ای که میشه ریسایز کرد که خیلی ساده هم هست، مثلا 2 میزنم، همین کپی میکنم، میتونیم بهش اسکیل بدیم. مثلا من رفتم میخواستم 2 برابر کنم، مثلا رفتم ویدث و هایت رو گرفتم و این داستانا بود. این دیسایزش رو میدیم نان بذاریم و اف ایکس رو بگیم مثلا در راستای ایکس میخوام چی بشه، مثلا میخوام نصف بشه. اوکی. در راستای اف وای میخوام نصف بشه. اینجوری هم میتونیم باش برخورد بکنیم که اینم دوباره میارم یکی دیگه هم اضافه میکنم، میگم پلات سومی، این ریسایز 2، اینم بذار ریسایز 2. نگاه بکنید هرچند باز میگم این هر ستاره در یک اندازه داره نشون میده، ولی اینجا توی چیز نشون میده دیگه چه وضعیتی. این 300 تا، این 600 تا بود، این 2 برابرشه، این 300 تا. اوکی. خب من باید 4 میکردم، البته فرق نداره چون میخوام یه نمونه دیگه در مورد چی بگم، در مورد فلگ هاش بگم. خب اینجا ما یه آپشنی داریم به نام اینترپولیشن. اوکی. اینترپولیشن چی بذاریم؟ cv2 dot
اینتر سبکای مختلفی وجود داره. فکر کنم دیفالتش لینیره. این چکش بکنیم. پارامتر اینترپریشن نگفته، یادم نیست کجا دیدم. دیفالتش کدومه؟ اوکی فکر کنم دیفالتش هم اینتر. یه وبسایتی هست آدرسش رو اینجا گذاشتم، چکش بکنید. خیلی خوب اومده، با یه تصویر خیلی ساده اومده نشون داده. اینجا دیدمش، لینیر یوز بای دیفالت، بس اینجا دیدمش، توی چیز ندیدمش، داکیومنت خودش ندیدم هست. خب نمیدونم اینا کجا برداشتم. خیلی قشنگ با یه تصویر خیلی ساده نشون داده که فلگ‌های مختلف چه اتفاقی میفته. این یه تصویر 50x50 میخواد به 15x15 کوچیکش بکنه. سبک‌های مختلف، فلگ‌های مختلف رو توضیح داده، تفاوتاشون نشون داده که چجوری بیاد این وقتی که داره کوچیک میکنه کدوم پیکسل‌ها رو حذف بکنه، وقتی داره بزرگ میکنه کدوم پیکسل‌ها استفاده بکنه. مثلا این نیرست نیبر رو میبینید یه حالت تیز مانند ایجاد میکنه، چون میاد از نزدیکا برمیداره. یا این اینترلینیره، اون چیزی که ما در اصل داریم، شاید تو کوچیک کردن اینترلینیره اصلا بهتر جواب میده. حالا بعضی معتقدم بهتر جواب میده. کیوبیک هم مثلا میبینید کیوبیک هم خوبه، بد نیست. اینتر کیوبیک هم خوبه، یا اینتر رام خب یه مقدار خیلی رزولوشن خیلی میاد پایین‌تر. حالا هم متناسب با کارتون میتونید از این استفاده بکنید، ازش ایده بگیرید. مثلا برای این لارج کردن اینتر را این حرکت اینو میده، اینتر کیوبیک واقعا قشنگ‌تر میده. و بقیه حالت ها این اینترلینیر دیفالتشه، یعنی هم بالا جواب معقولی داشت هم پایین. از اینتر کیوبیک برای بزرگ کردن عمدتاً برای این لارج کردن از اینتر کیوبیک استفاده میکنم، ولی یه مقدار زمان بره که قاعدتا الان فکر میکنم زیاد مشکل داشته باشیم، مگر اینکه دیگه خیلی پشت سر هم تصاویر خیلی زیادی رو بخواید این کار انجام بدید. خب یه دونه هم مثلا با هم اینترلینیره میایم نصب میکنیم. حالا مثلا اینو بخوایم میکشیم اینجا، این رو هم بیاریم. هرچند الان تفاوت‌های خیلی خاصی ایجاد نمیشه، فقط میذارم اینجا که داشته باشید. تو اون وبسایت خب خیلی قشنگ‌تر توضیح داده که تفاوت مختلفش چجوری هم رو خیلی قشنگ‌تر توضیح داده. عملاً همون شاید راحت‌تر شاید باشه که همون دیفالتشو بذاریم، چه برای این لارج کردن چه برای بزرگ کردن چه برای کوچیک کردن، همون دیفالتش خیلی راحت تره. خب این در مورد ریسایز کردن یا اسکیلینگ، چجوری میتونیم اسکیلینگ رو انجام بدیم برای یه تصویر که خیلی پرکار بوده. تو هر چیزی بخواید، به خصوص تو دیپ لرنینگ که شبکات ما یه تصویر با یه سایز خاصی رو میخوان، این ریسایز کردن اونجا خیلی به درد میخوره که بتونید حالا چه تصویرتون چه فیس باشه چه کلاسیفیکیشن باشه رو بتونید ریسایز بکنید، به اون اندازه‌ای تبدیل بکنید که شبکتون نیاز داره. اوکی خب این از ریسایز. ترنسلیت. میخوام در مورد ترنسلیت صحبت کنم، ببینیم چجوری میتونیم ترنسلیشن رو انجام بدیم. برای ترنسلیت کردن یه از تابع cv2.warp-affine استفاده میکنیم. چند تا اینپوت داره. سورس ایمیج رو میخواد. حالا من در مورد این ایمی که اینجا گذاشتم صحبت میکنم. سورس ایمیج رو میخواد که خب همون ایمیج هست. چیز دیگه ای که میخواد امه، میگه که من یک ماتریس دوران به قولی میخوام و ما فعلا میخوایم فقط ترنسلیت رو انجام بدیم. میخوایم ببینیم اگه بخوایم فقط ترنسلیت رو انجام بدیم چجوری انجام بدیم. ترنسلیت یعنی همین جابجاش بکنیم، مثلا شیفتش بدیم تصویر رو. اوکی اگه بخوایم تصویر رو فقط شیفت بدیم، هیچ روتیشنی نداشته باشه، این 4 تا آیتم اول اینجا که مال ماتریس ام رو یکی میذاریم که همون ماتریس همانی است دیگه هیچ روتیشن رخ نمیده. اوکی این ماتریس همانی ضرب میشه، هیچ روتیشن رخ نمیده. ولی برای ترانسفر کردن این دوتا آپشن آخر برای ترانسفر کردن هستن. برای اینکه این امو بسازیم خب میتونیم بزنیم mp دات mp رو اینپورت نکردم پورت نمپای از mp بکنم مطبوعاتی بالا یا شد دوباره میارمش اره. خب اولین رو چیه؟ 1 0 tx درسته.
تی x یعنی که میخوام چقدر در آسای x جابجا بشه، مثلا 100 میزنم، تی y رو هم 100 میزنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. الان ببینیم چه اتفاقی میفته و در موردش صحبت میکنیم. این تی x و برای راه دوم 0 1 و تی فای. خب این فرض میکنیم ماتریس روتیشن ماتریسی که میخواد، ماتریس امی که میخواد بهش میدیم. دیگه چه چیزی میخواد؟ میگه که سایزی که اون طرف میخوای داشته باشی چقدر. من دوباره همون قضیه هایت و ویدث رو می‌نویسم شیپ که بهش بگم که من نمیخوام کوچیک یا بزرگ بشه، تصویر میخوام با همون اندازه که هست داشته باشم. ایمیج ریسایز. اوکی، من از سی وی 2 استفاده میکنم این دفعه برای چیز این شو کردم. ایمیج ریسایز نه دیگه، ترنسلیت. اوکی، سی وی 2 و سی وی 2 دات ویت کی اینجا بمون. خب ببینیم چه اتفاق میفته. من فرض میکنم که میاد 100 تا کل تصویر رو ارور گرفتم expected view math for argument. بذاریم چیزی کم گذاشتم یا ایمیج برای کی ایراد میگیری for argument. اوکی ببینم این نشد. این احساس میکنم فکر میکنم این باشه فلات استارت منفی دیباگ چرا خواهی از من چک بکنم ببینم مشکلش چیه. اوکی من بک میزنم. مشکلش این بود اینو اشتباهی زیاد گذاشته بودم، نمیدونم چرا باید ماتریس 2 در 3 باشه دیگه، اینو اشتباهی زیاد گذاشته بودم. ام پی فلوت هم باید بکنیم که بدون فلوته. اوکی خب ببینید چه اتفاق افتاد. تصویر منو اومد چیکار کرد؟ 100 تا در راستای x و 100 تا در راستای y جابجا کرد. قاعدتا میتونستیم اینو چی بذاریم؟ منفی بذاریم که منفی بشه، ولی هیچ روتیشنی براش انجام ندادیم، فقط جابجا کرد. خب یه مقدار تصویر من چیز شد دیگه، حذف شد از اینکه چون همون سایز رو درخواست کردم با همون سایز باشه. پس با استفاده از این تابع وارپ فاین میتونیم چیکار بکنیم؟ وارپ فاین میتونیم تصویرمون رو ترنسلیت بکنیم و روتیت هم بکنیم که توی این یکی میخوایم در مورد روتیشن صحبت بکنیم که چجوری میتونیم روتیشن رو انجام بدیم. خب برمیگردیم اینجا، اینو من میارم دوباره که ازش استفاده بکنیم. خب دقت بکنید گفتم که اینجا ما اینو 1 0 و 0 1 گذاشتیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نمیخواستیم هیچ روتیشنی داشته باشیم. حالا بر اساس مثلا بخوایم روتیشن داشته باشیم این 4 تا عدد از کجا بیاریم؟ خب قاعدتا مثلا من میگم که میخوام 30 درجه روتیت بکنم یا 20 درجه روتیت بکنم. خب این 20 درجه رو چجوری به این 4 تا عدد تبدیلش بکنیم؟ یه تابعی وجود داره توی روتیشن ماتریکس 2D. یه تابع وجود داره تو اوپن سی وی که این کارو برای ما انجام میده. میگه 1 از کجا میخوای روتیشنت رو انجام بدی؟ یعنی قاعدتا شما میخواید یه چیزی رو بچرخونید یه جاش فیکسه دیگه میخواید بچرخونید. خب من مثلا میگم که دوباره همین رو می‌نویسم مستقل ایمیج دات شیپ. مثلا میگم که من میخوام سنتر من چی باشه؟ همون وسط تصویر باشه. اوکی شما که سنترتون رو هر جایی بسه، من میگم سنتر هم میخوام وسط تصویر. میگه با چه زاویه‌ای میخواید مثلا بچرخونیش؟ من مثلا میگم من 180 درجه کامل این رو بچرخونم. حالا میگم مثلا با چه اسکیلی میخوایم چرخش رخ بده؟ ما میتونیم اسکیل مختلف رو تعریف کنیم برای کوچیک بزرگ کردن. اسکیل رو میگه اگه میخواید که هیچ تفاوتی رخ نده روی چیز، روی
اسکیل ماتریستون اسکیل تصویرتون کوچیک بزرگ نشه، ام رو میتونید ثابت بسازید. حالا میاد به شما یه امی میده، میتونید من رو پرینت بکنم اصلا ببینید این امی چی. ام رو میبینید یه امی داد که خودش دوباره TX و TY هم مشخصه. شما دوباره میتونید TX و TY رو هم چیکار بکنید؟ تغییرش بدید. مثلا بگید بعد از اینکه تصویر به وجود اومد میتونید این تغییرها رو هم انجام بدید. ایمیج روتیت رو الان روتیت رو ببینیم چه اتفاقی میفته. cv2 دات خب دوباره هم ایمیج رو بهش میدم، بعد تصویر رو بهش چیزو میدم، ماتریس ام رو بهش میدم، بعد میگه سایزش چقدر باشه، میگم همون W H باشه. اوکی. و اینو سریع اینجا بیارم ران بگیرش. اوکی 180 درجه من چرخون. دوباره اگه بخواید مثلا تفاوتی روی چیز انجام بشه، ترنسلیشن هم داشته باشید، میاد اینجا چیکار میکنید؟ میگید که مثلا من میخوام ترنسلیشن هم داشته باشم. اوکی میگم 0 1 0 و 2 میشه چی؟ TX 0 و 2 رو به علاوه 100 بکن و 1 و 2 رو هم به علاوه 100 بکن. دوباره همون 100 تا ترنسلیشن که اون طرف بشیم این طرف هم دوباره اجرا کردیم، میبینید دوباره 100 تا ترنسلیت کرد. ولی این ترنسلیشن هیچ ربطی به روتیشن نداره. از طریق این گت روتیشن ماتریکس میتونیم روتیشن رو به دست بیاریم، ماتریس روتیشن رو، چون قاعدتا اون 4 تا عدد این 4 تا عدد رو به دست آوردم، کلا 6 تا عدد به دست آوردم برای ما، مثلا من می‌خوام اینقدر اسکیل کنم و فلان کنم، خب خیلی کار آسونی نیست. خیلی خب این گت روتیشن ماتریکس میگه که از کجا می‌خوای اینو تغییرش بدی، با چه زاویه‌ای، با چه اسکیلی، اینو میدیم بهش، خودش ماتریکس رو ما میده و ما میتونیم باش به راحتی کار بکنیم و یه همچین ترنسلیشن هایی ایجاد بکنیم که یکی از کاربردهاش رو توی چیز نشون میدم بهتون. این روتیشن کجا به درد میخوره توی فیس الاینمنت نشون میدم که چجوری میتونیم یه تصویر رو صورت یک فرد رو لاین بکنیم، صاف بکنیم که چشما توی یه راستا باشن، که توی ویدیوهای چیز میذارمشون توی پلیلیست فیس میذارم اونجا که این چجوری میتونیم فیس رو لاین بکنیم و چه تأثیری قرار بذارم. اوکی اگه سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید. اگه هم دوباره تو اوپنسیوی مسئله یا فانکشن بحث خاصی رو لازم میدونید که سریعتر ویدیو بگیرم بذارم، حتما اطلاع بدید. مثل همیشه یوتیوب ما رو فالو بکنید، لایک بکنید، کامنت بکنید، خیلی ممنون میشیم و به دوستاتون معرفی بکنید که این روزایی که تو قرنطینه ایم استفاده بکنن، انشالله که مفید باشه. اوکی تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.